دوستان خوبم، روزتون بخیر. امروز میخوام براتون راجع به تغذیه شخصی سازی شده صحبت بکنم. حتما براتون پیش اومده که یه رژیمی رو دوستتون گرفته، خیلی عالی بهش جواب داده ولی برای شما جواب نمیده. اینجا دقیقاً همون جاییه که تغذیه شخصی سازی شده مطرح میشه. ولی خب حالا این تغذیه شخصی سازی شده چی هست؟ در واقع یک برنامه غذایی مخصوص بدن و سبک زندگی شما هستش، نه یک رژیم عمومی برای همه. بدن هر کدوم از ما منحصر به فرده. ژن‌ها، متابولیسم، سبک زندگی و حتی میزان استرسمون روی نیازهای غذاییمون تاثیر میذاره. پس یه رژیم واحد برای همه عملاً جواب نمیده. به همین دلیل خیلی مهمه که وقتی میخواین رژیم بگیرین بدنتون رو به طور کامل بشناسین و هوشمندانه تغذیه بکنین. برای اینکه بشه رژیم شخصی سازی شده رو عملی کرد احتیاج به یه سری داده ها هست و با توجه به اون تحلیل ژنتیکی، تست‌های خونی و بررسی عادات روزمره شما میشه فهمید که بدنتون با چه غذاهایی بهتر عملکرد داره و چه چیزهایی براتون مضر هست، حتی اگر که به ظاهر سلامت به نظر بیان. خیلی جالبه که بدونین سبک زندگیتون، میزان فعالیت بدنیتون، حتی محلی که زندگی میکنین، شرایط اقتصادی، همه میتونن روی نیازهای غذایی تاثیر بذارن. بدن ما در واقع با محیط و شرایط اطرافش همیشه در حال سازگاریه. حالا ویژگی های این برنامه تغذیه شخصی سازی شده چی هست؟ اولا علمی و مبتنی بر نیازهای واقعی بدن شما طراحی میشه. ثانیاً قابل اجرا در سبک زندگی خودتون هست و در نهایت هدفمند هست برای بهبود سلامتی، انرژی و عملکرد بدنتون. در نتیجه با جرئت میتونیم بگیم که رژیم شخصی سازی شده رژیمی هست که واقعا برای شما کار میکنه، نه برای بقیه. پس بهترین کار این هست که بدنتون رو کاملا بشناسین، بهش گوش بدین و اجازه بدین که مسیر سلامتی مخصوص خودتون رو نشون بده. شروع سلامت واقعی واقعا از خودتون آغاز میشه.